سلام با عاشقای آشپزی. امروز بخوام براتون دلمه برگمو درست کنم که فصلش هم هست. مواد لازم رو تو کپشن براتون نوشتم. در ابتدا مایه داخل دلمه رو درست میکنیم. اول پیاز داغ و بعد ادویه ها رو اضافه میکنیم و گوشت چرخ کرده‌ای که داریم رو اضافه میکنیم. سبزی دلمه که براتون نوشتم شامل چه چیزاییه. لپه‌ای که از قبل پختم رو بهش اضافه میکنم و در آخر برنجی که از قبل آبکش شده به مواد اضافه میشه. یه کوچولو هم میزنیم و بعد زیرش رو خاموش میکنیم. حالا میرسیم به پیچیدن دلمه ها. برای اینکه راحت پیچیده بشه برگ دلمه ها رو پس از شستن توی قابلمه آب داغ میذاریم که نرم بشه که راحت بتونیم دلمه ها رو بپیچیم و میره برای دم کشیدن. من برای سسش از سرکه و سکنجبین استفاده